همه ما وقتی که عکاسی میکنیم دوست داریم نتیجه عکسمون عکس شارپی باشه. یعنی وقتی مثلا توی کامپیوتر داریم نگاه میکنیم تو اون نقطه فوکوسمون عکس از جزئیات تشکیل شده باشه. جدای از این که چه دوربینی داریم، چه امکاناتی داره و از چه فانکشنایی برخورداره، دو تا عامل هستش که به ما خیلی کمک میکنه که بتونیم عکس شارپ تری بگیریم، عکسمون از وضوح بیشتری برخوردار باشه. یکی از اونها فوکوس ما هستش یا مود فوکوس ما هستش. ما باید به دوربین بفهمونیم که اون موضوعی که داریم ازش عکس میگیریم ثابته یا متحرکه و برای این کار توی دوربین های مختلف مودهای مختلف وجود داره. نیکون رو یادم نمیاد ولی توی کنون وان شات فوکوس رو باید انتخاب بکنیم و توی سونی که خودم باهاش عکاسی میکنم AFS اتو فوکوس سینگل. اینجوری ما به دوربین میفهمونیم که موضوعی که داریم ازش عکس میگیریم ثابت هست. اون مورد بعدی که خیلی هم مهم هستش و خیلی تاثیر مستقیم داره روی وضوح عکس‌های ما، سرعت شاتر هستش. هر کسی زمانی که روی دست داره عکس میگیره یه لرزشی داره. هر چقدر بگیم که مثلا بادی لنز ما یا سنسورش IBIS داره که همون تثبیت کننده تصویره یا استابیلایزر داره روی خود لنز و ترکیب این دوتا رو ما داریم استفاده میکنیم، برای اینکه مطمئن بشیم که واضح ترین تصویر و بهترین تصویر رو میگیریم از یه قاعده‌ای برای سرعت شاتر باید استفاده بکنیم. اون قاعده این هستش که من بر اساس فوکال لینکی که دارم باهاش عکاسی میکنم، مثلا من دارم با یه لنز 70-200 عکاسی میکنم و روی 200 زوم کردم و دارم عکس میگیرم، بهترین سرعت شاتر برای اینکه لرزش بدن من به عکس منتقل نشه و تصویر نهایی منتقل نشه 1/200 هستش. یا اگه مثلا روی 70 دارم روی 70 میلیمتر دارم عکاسی میکنم 1/70. یا اگه مثلا لنز واید دارم استفاده میکنم و با 16 میلیمتر دارم عکس میگیرم، بهترین سرعت شاتر 1/16. البته کمترینه. تمام این موارد برای موقعی بودش که جسمتون ثابت بود. حالا اگر از یک جسم متحرک عکاسی کنید قاعده یه ذره فرق میکنه. اولا باید به دوربینتون بفهمونید که موضوعی که من دارم روش فوکوس میکنم متحرک هستش و بتونه در تمام مدت فوکوس رو روی اون موضوع نگه داره. برای این کار مود رو باید روی کنون مثلا بزنید آل سرو و روی سونی هم روی AFC که میشه اتو فوکوس کانتینیوس و دوربین اینجوری میفهمه که اون جسمی که شما اولین بار روش فوکوس کردید موضوعیه که باید روش فوکوس رو نگه داره. اما قاعده سرعت شاتر برای جسم متحرک فرق میکنه. مثلا من خودم برای کسی که داره راه میره بسته به سرعتی که داره سرعت شاترم از 1/400 شروع میکنم و در هر صورت همون موقع چک میکنم ببینم که وضوح داره یا نداره یا بلور شده یا نشده. ولی زمانی که میخوام از یک اتفاق ورزشی عکس بگیرم بسته به سرعتی که اون ورزشکار داره از 1000 به بالا سعی میکنم عکس بگیرم. این قاعده سرعت شاتر که بهتون گفتم برای دوربین فول فریم بود. حالا اگه ما یه دوربین کراپ سنسور داشته باشیم یا APS-C داشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ برای دوربینای کنون کراپ سنسور باید اون عدد فوکال لینکمون که مثلا 200 هستش رو ضرب در 1.6 بکنیم که میشه 320. یعنی سرعت شاترمون رو باید از 1/320 انتخاب بکنیم و برای دوربین های سونی فوکال لینکمون رو باید ضرب در 1.5 بکنیم. یعنی 200 ضرب در 1.5 میشه 300. یعنی سرعت شاترمون از 1/300 شروع میشه. قطعاً عوامل دیگه هم هستن که روی شارپنس و اون وضوح تصویر ما تاثیر دارن، مخصوصاً کیفیت لنزی که دارید استفاده میکنید. اما من اینو به صورت کلی گفتم که شما هر دوربینی که دستتونه اگر این قاعده رو رعایت کنید قطعاً تصاویر واضح‌تر و شارپ‌تری خواهید داشت. ممنونم که همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی.